تقویم تاریخ. ما شما دعوت میکنیم به قیمت سکه و طلا در معاملات روز گذشته بازار تهران توجه فرمایید. هر سکه تمام بهار آزادی دیروز در بازار تهران به قیمت 608,000 ریال عرضه شد. چه روزگاری داشتیم، برو و بیایی داشتیم، این همه غم نداشتیم، هیچ چیزی کم نداشتیم. گلگاو زبون دوا بود، دوای درد ما بود، مادر بزرگ صفا داشت، حرفای بیریا داشت، وصلت‌ها با دعا بود، همه کارا با خدا. مدارس و ادارات در بسیاری از شهرهای کشور امروز و فردا را تعطیل اعلام کردند. راه ارتباطی هزاران روستا هم در مناطق مختلف کشور مسدود شده است و تلاش راهداران برای بازگشایی راهها ادامه دارد.